سلام دوستان، این موتور برف‌آکنه فولکس بیتل هست که ما بازش کردیم. یه چند تا مشکل داره که حالا اونا رو خدمتتون میگم. یکی این که ببینید وقتی که شما برف‌آکنه خاموشش میکنید باید برگرده به حالت پایین، یعنی پایین ترین حالت ممکن باید برف‌آکنه خاموش شه. وظیفه‌اش رو این قطعه انجام میده. ببینید اینجا ما یه پلاتین داریم، اینم یه قطعه که با چرخیدن، ببینید من اینو الان میچرخونم، با چرخیدن خروجی موتورمون ببینید پلاتین قطع و وصل میشه. اگر این اتفاق نیفته شما برف‌آکنه هر جا که خاموشش میکنید همونجا وای میسه. این مورد اول خدمتتون گفتم. اینا که خب میبینید قابل باز شدنه و سرویس اینهاش، ببینید این قشنگ باز میشه و میتونید لایه پلاتین اینا تمیز کنید. اگر مشکلی داشته باشه با ببندید. خدمتتون عرضم مشکلی که این موتور برف‌آکن داشت این بود، این قسمت مارپیچ خدمتتون عرضم سیم پیچ یا همون روتور وسط وارد این بوش میشه. این بوش ما لقی پیدا کرده. این بوش ببینید من وقتی جا میزنم این داره میماله به دور این استاتور. ببینید لقی رو، این وقتی که لقی بوش زیاد بشه روتور میماله به این استاتور و این الان گیره، درست نمیچرخه. وقتی میاریمش این طرف راحت میچرخه. ما اینو باید بدیمش به تراشکار که این بوش ها برامون عوضش کنه. این بوش برنجی ها. اینم قسمت زغال ها و فنرهای مربوطه که اینم معمولا این مشکل براش پیش میاد، چون ببینید این باید قشنگ چسبیده بشه اینجا، این به این حالت بسته میشه. و اینجا 3 تا دونه لاستیک داریم که میاد این صفحه دیود وصلش میکنه به این قطعه سر موتور که هر 3 تا دونه لاستیک پاره شده و اینا هم باید عوض بشه. بوشو که عوض کنیم، لاستیکاش هم که درست کنیم، انشالله این موتور راه میافته. ممنون.